آمانسیو اورتگا این مرد اسپانیایی یکی از ثروتمندترین مردان جهان بوده و مالک کمپانی زارا میباشد. چند سال پیش ثروت او از بیل گیتس و جف بیزوس هم بیشتر. او ثروتی در حدود 68 میلیارد دلار دارد، اما سبک زندگی او بسیار ساده است. وی هیچ وقت از کت و شلوارهای گران قیمت شرکت خود استفاده نمی‌کند و در طبقه دوم یک آپارتمان همراه با همسر دومش ساکن است. مارک زاکربرگ. احتمالاً همه شما با این جوان مالک فیسبوک و اینستاگرام آشنا هستید. ثروت او در حدود 68 میلیون دلار برآورد می‌شود. یکی از دلایل شهرت زاکربرگ سبک زندگی ساده اوست. اکثرا با یک تیشرت ساده $10 در محل کار و جلسات کاریش حاضر می‌شود و فقط یک فولکس واگن $30,000 دارد. عروسی او با دوست دخترش هم تشریفات چندانی نداشت و در حیاط پشتی خانه‌اش به ساده‌ترین حالت برگزار شد. جف بیزوس وی مالک سایت بزرگ فروش آنلاین آمازون میباشد و با ثروتی در حدود 157 میلیارد دلار ثروتمندترین مرد جهان به حساب میآید. او در گاراژ کارخانه‌اش سایت آمازون را راه اندازی کرد. این سایت گسترش پیدا کرد و روز به روز به ثروت جف بیزوس افزوده شد. با این حال او سبک زندگی ساده خود را حفظ کرده و با یک هوندا آکورد قدیمی در سر کار حاضر می‌شود.